درود و عرض ادب بر رفقای گل، شنونده های محترم. خیلی خوش اومدید. بنده محمد مهدی ام و از ته قلبم خوشحالم که الان اینجا حضور دارید. رفقا، من پیش خودم گفتم یه اینترو جداگانه توی ویدیو کوتاه برای چنل بگیرم و توضیحات لازمی که برای چنل میخوام بدم و اون تو بگم. بعد دیدم چیز زیادی نیست، پس گفتم تو همین ویدیو یا به عبارتی اپیزود یا قسمت اول بگم. خب بنده قراره براتون کتاب بخونم. واقعا امیدوارم که لذت ببرید و هم قراره موقع خونده شدن کتاب یه سری عکس‌ها رو ببینیم که یه جورایی به متن کتاب ها مربوطه، ولی خوبیش اینه که فیلم نیست که کامل یه چی به ذهن آدم تحمیل شه و یه جورایی اتفاقاً به اون تخیل پردازی که متن کتاب به ذهن ما میده کمک میکنه. فعلا برنامه همینه تا موقعی که یکم چنل جون بگیره و اون موقع اگه ایده های خوب دیگه ای هم باشه حتما برای اجرا کردنشون وقت خواهم گذاشت. امیدوارم که لذت کافی رو از تماشا و شنیدن ویدیوهای این چنل ببرید و اینو بدونید که برای درست کردن این ویدیو وقت و انرژی زیادی گذاشته شده. پس لطف کنید در قدم اول چنل رو حتما سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو آن کنید. بعد حتما ویدیوها رو لایک کنید و کامنت بذارید. واقعا میتونید با انتقادات و پیشنهاداتتون به پیشرفت این چنل کمک کنید. و در آخر صمیمانه ازتون میخوام ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بذارید تا هرچه سریعتر شنونده‌هامون بیشتر بشه و بتونیم یه کامیونیتی خفنی و کنار هم تشکیل بدیم. پس سخن رو کوتاه میکنم تا بریم به اولین قسمت یا اپیزودمون بپردازیم. قرار اولین کتاب تهوع از ژان پل سارتره باشه. توضیح خاصی نمیدم چون دیگه هممون با یه سرچ سریع میتونیم راجع به این نویسنده بزرگ و کتابش اطلاعات کسب کنیم، ولی دوست دارم که اینا رو بگم که ژان پل سارتره 109 سال پیش تو پاریس فرانسه به دنیا اومده بود و 44 سال پیش تو سن 74 سالگی در همون پاریس هم از دنیا رفته و کتاب تهوع رو 84 سال پیش تو سن 33 سالگی نوشته. همین. بریم سراغ کتاب. در ضمن هر جا هم صدای زینگ رو شنیدید در آوردم بدونید میخوام یه توضیح بدم و خوندن متن رو متوقف کردم. برو که بریم. ورق بی تاریخ. این تیتر اولیه است و از اینجا تازه کتاب شروع میشه. بهتر از همه آن است که رویدادها را روز به روز نوشت. برای فهمیدنشان دفتر خاطراتی داشت. از اختلافهای مختصر و امور واقع کوچک ولو آن که ناچیز به نظر بیایند غفلت نکرد و از همه مهمتر ردبندیشان کرد. باید گفت که این میز، خیابان، مردم، کیسه توتونم را چطور میبینم، زیرا همین هاست که تغییر کرده. باید دامنه و ماهیت این تغییر را به دقت تعیین کرد. مثلا اینجا یک قوطی مقوایی هست که شیشه جوهر مرا در بر دارد. باید سعی کنم بگویم قبلا چطور میدیدمش و حالا چطور آن را. اینجا جای خالی یعنی یک کلمه ننوشته شده. توضیح پینوشتم اینه که اینجا یک کلمه افتاده است. ادامه. خب به شکل راست گوشه متوازی و سطوحی است که روی زمینه احمقانه است. هیچ چیز نمی شود درباره‌اش گفت. از همین باید پرهیز کرد. نباید جایی که هیچ چیز نیست چیز عجیبی گذاشت. به گمانم نوشتن دفتر خاطرات چنین خطری داشته باشد. آدم همه چیز را مبالغه می کند. مترصد است. مدام حقیقت را قلب می کند. معنی مترصد یعنی در انتظار فرصت و زمان مناسب بودن و معنی قلب می کند هم یعنی جعل کردن. میریم برای ادامه. از طرف دیگر بیگمان هر لحظه ممکن است آن احساس پریروزی و درست در پیوند با این قوطی یا هر شیء دیگر دوباره به من دست دهد.
باید همیشه آماده باشم و الا باز امکان دارد از لای انگشتهایم سر بخورد. نباید هیچ چیزی را. اینجا یک کلمه باز افتاده و پینوشت میگه که اینجا یک کلمه قلم خورده است. شاید قلب کرد یا جعل کرد. کلمه دیگری که بالایش نوشته شده ناخواناست. میریم برای ادامه. بلکه باید به دقت و با خردترین جزئیات هرچه را که پیش می آید یادداشت کنم. مسلماً دیگر نمیتوانم مطلب واضحی درباره قضایای شنبه و پریروز بنویسم، چون که ازشان خیلی دورم. تنها همین را میتوانم بگویم که هر دوبار چیزی که معمولاً رویداد مینامند در کار نبود. شنبه بچه‌ها داشتن پله پله بازی میکردن و من دلم خواست مثل آنها سنگریزه‌ای تو دریا پرت کنم. در آن لحظه وایسادم، سنگریزه را زمین انداختم و راهم را گرفتم رفتم. شاید قیافه‌ام بهت زده بود، زیرا بچه‌ها پشت سرم خندیدند. خب این بازی پله پله چیه؟ اینجا پینوشت نوعی بازی کودکان و نوجوانان و آن عبارت است از پرتاب کردن یه تکه سنگ صاف به روی سطح آب استخر یا دریاچه یا دریا، به طوری که سنگ چند بار با سطح آب مماس شود و برخیزد تا آنکه سرانجام به زیر آب برود. فرانسویشم میشه غیکشه. امیدوارم که درست گفته باشم، اگرم نه که از همه عزیزانی که فرانسوی بلدن عذرخواهی میکنم. خب بریم برای ادامه کتاب. این از بابت بیرون. آنچه درونم رخ داد رد واضحی از خود جا نگذاشت. یک چیزی بود که دیدمش و حالم را به هم زد، اما دیگر نمیدانم که داشتم دریا را نگاه میکردم یا سنگریزه را. سنگریزه پهن بود، یک برش خشک بود و بر دیگرش خیس و گلی. با انگشت‌های باز لبه‌اش را گرفته بودم تا کثیفم نکند. پریروز وضع خیلی پیچیده تر بود. همچنین آن تصادف‌ها و سوء تفاهم‌های پی در پی پیش آمدند که ازشان سر در نمی آورم، ولی خیال ندارم که آنها را برای سرگرمی خودم روی کاغذ بیاورم. به هر حال یقین دارم که ترسیده بودم یا دچار احساسی از آن دست شده بودم. اگر میشد بدانم از چه ترسیده ام، پیشرفت زیادی کرده بودم. عجیب است که اصلا حاضر نیستم خودم را دیوانه بدانم و حتی برایم روشن است که دیوانه نیستم. این تغییرها همه به اشیا مربوطند. دست کم این چیزی است که میخواهم از آن مطمئن شوم. زینگ. اینجا یک تیتر یا یک بخش کوچک به اسم ساعت 10:30 که زیرش بقیه کتاب ادامه پیدا میکنه، اما پینوشت یه توضیح دربارش داده که میگه پیداست که باید 10:30 شب باشد. بندی که در پی میآید بسیار دیرتر از بندهای قبلی است. عقیده ما این بند حداقل روز بعد نوشته شده. خب بریم برای ادامه کتاب. باری شاید دیوانگی مختصری بهم دست داده بود، دیگر اثری ازش نیست. احساسات غریبی که 1-2 هفته پیش دچارشان بودم امروز به نظرم پاک مضحک می آیند. دیگر کاری بهشان ندارم. امشب خودم را تو دنیا خیلی آسوده و برجوآوار حس می کنم. خب برای معنی برجوآوار باید به کلمه بورژوازی یا بورژوازی مراجعه کنیم که معنیش میشه یکی از دسته‌بندی های مورد استفاده در تحلیل جوامع بشری است و به دسته بالاتر ثروت در جامعه افراد مفرح و سرمایه‌دار گفته می شود. خب بریم برای ادامه کتاب. اینجا اتاقم است که رو به شمال شرقی است. پایین خیابان موچیله و کارگاه ساختمانی ایستگاه جدید راه آهن قرار دارد.
از پنجره اتاقم تابش سرخ و سفید کافه راندئو د شمینو را در کنج بولوار ویکتور نوار میبینم. قطار پاریس همین حالا وارد شد. مردم از ایستگاه قدیم بیرون میآیند و در خیابانها پخش و پلا میشوند. صدای پا و حرف میشنوم. جماعتی انتظار آخرین تراموا را میکشند. این عده حتما دور چراغ گاز زیر پنجره من گروه غمزده‌ای تشکیل دادند. باید چند دقیقه دیگر صبر کنند. تراموا تا ساعت 10:45 نمی آید. کاش امشب فروشنده های دورگرد پیدایشان نشود. آنقدر دلم میخواهد بخوابم و آنقدر بیخوابی کشیدم. فقط یک شب خوش کافی است که همه این ناراحتی ها را بشوید و ببرد. تیتر یا بخش کوچک 11 و ربع و ادامه کتاب. دیگر چیزی نیست که ازش بترسم. اگر بنا بود بیایند تا حالا آمده بودم، مگر آنکه امروز روز آمدن آن آقای اهل روان باشد. هر هفته می آید. اتاق شماره 2 را در طبقه اول برایش نگه می دارند. همان که لگنچه طهارت دارد. هنوز هم ممکن است سر و کله‌اش پیدا شود. بیشتر وقتها پیش از خوابیدن آبجویی در راندئو د شمینو می نوشد. سر و صدای چندانی ندارد. آدم ریزنقش و تر و تمیزی است. سبیل براق سیاه و کلاهگیس دارد. اینهاش. خب وقتی شنیدم از پلکان بالا می آید دلم فشرده شد. بس که صدای پایش آسوده خاطر کننده بود. از چه چیز دنیای به این منظمی باید ترسید؟ به گمانم حالم خوب شده است. و این هم تراموای شماره 7 آباتوار گراند باسن. تلق تلق کنان از راه می رسد. دوباره راه می افتد. حالا مالامال از چمدان و بچه های خفته به طرف گراند باسن و کارخانه ها در شرق تاریک فرو می رود. این تراموای ما قبل آخر است. آخری 1 ساعت دیگر می رسد. می روم بگیرم بخوابم. حالم خوب شده است. از نوشتن روز به روز تأثیراتم در دفترچه قشنگ نو مثل کاری که دختر بچه ها می کنند دست می کشم. تنها در یک مورد نوشتن دفتر خاطرات ممکن است جالب باشد. یعنی وقتی که اینجا دیگه چیزی نوشته نشده و پینوشت می نویسه که متن ورق بی تاریخ در اینجا پایان می یابد. خب میرسیم به تیتر بزرگ دفتر خاطرات با بخش کوچک دوشنبه 29 ژانویه 1932. دیگر شک ندارم که چیزی بر سرم آمده است. به طرز یک بیماری آمد، نه مثل یک یقین معمولی یا امری بدیهی. زیرجلی و کم کم جا گرفت. من خودم را یک خورده عجیب و یک خورده ناراحت حس کردم. همش همین. به محض آنکه جا گرفت دیگر جم نخورد. ساکت و آرام نشست و من نتوانستم خودم را قانع کنم که چیزیم نیست و آن یک آژیر کاذب است و الان دارد میشکفد. فکر نمی کنم مورخ بودن به کسی اهلیت تحلیل روانشناختی بدهد. در حوزه کارمان ما فقط با احساسهای کلی سر و کار داریم که آنها را با الفاظی عام چون جاه طلبی و نفع طلبی می نامیم. با این همه اگر اندک شناختی از خودم داشته باشم حالاست که باید به کارش بندم. مثلا در دستهایم چیز تازه‌ای هست، طرز به خصوصی برای گرفتن پیپ یا چنگالم، یا اینکه چنگال است که حالا طرز به خصوصی برای گرفته شدن دارد. نمیدانم. همین الان که داشتم می آمدم توی اتاق یکو سر جایم وایستادم، زیرا در دستم شیء سردی را حس کردم که با یک جور شخصیتی که پیدا کرده بود توجهم را به خود می کشید. دستم را باز کردم. نگاه کردم. فقط دستگیره در را گرفته بودم.
امروز صبح توی کتابخانه وقتی دانش اندوز آمد بهم سلام کند، دانش اندوز رو در پینوشت اینجوری معنی کرده که اوتودیداکت، لقب اوژیپه که در این دفتر خاطرات غالبا از او نام برده می شود. او منشی محکمه بود. روکانتن به سال 1930 در کتابخانه شهر بویل با او آشنا شده بود. بریم برای ادامه داستان. امروز صبح توی کتابخانه وقتی دانش اندوز آمد بهم سلام کند 10 ثانیه کشید تا او را به جا آوردم. چهره ناشناس می دیدم. چندان هم نمی شد به آن گفت چهره. و آنگاه دستش مثل کرم چاق سفیدی توی دستم بود. فوراً ولش کردم و بازویش شل و ول به حال اول افتاد. توی کوچه و خیابان هم سر و صداهای مشکوک زیادی پلاس است. پس در طی این چند هفته گذشته تغییری رخ داده است. اما کجا؟ این تغییری انتزاعی است که روی هیچ چیز قرار نمیگیرد. آیا من تغییر کرده ام؟ و اگر من تغییر نکرده باشم، پس این اتاق، این شهر، این طبیعت است که تغییر کرده. باید انتخاب کرد. به گمانم خود منم که تغییر کردم. این ساده ترین راه حل است و همچنین ناخوشایندترینش. ولی بالاخره باید تصدیق کنم که من در معرض این دگردیسی های ناگهانی هستم. چیزی که هست من خیلی به ندرت فکر می کنم. بنابراین انبوهی از مسخهای کوچک بی آنکه ملتفتشان باشم درونم انباشته می شود و بعد روزی از روزها یک انقلاب درست حسابی اتفاق می افتد. این همان است که به زندگیم همچو جنبه ناهموار و ناهمسازی را داده است. مثلا وقتی از فرانسه رفتم خیلی ها می گفتند که رفتنم به انگیزه ناگهانی بوده است و موقعی که یک باره پس از 6 سال سفر به فرانسه برگشتم باز هم ممکن بود از انگیزه ناگهانی حرف بزنند. خودم را بار دیگر با مرسیه در دفتر آن صاحب منصب فرانسوی می بینم که پارسال بعد از قضیه پترو استعفا داد. مرسیه با یک هیئت باستانشناسی رهسپار بنگال بود. من همیشه دلم خواسته بود به بنگال بروم و مرسیه اصرار می کرد همراهش بروم. حالا علتش را از خودم می پرسم. به گمانم بابت پورتال خاطرش جمع نبود و امیدش به من بود که او را بپایم. هیچ سببی برای امتناع نمی دیدم و حتی اگر در آن وقت حدس زده بودم که درباره پورتال چه نقشه زیر سر دارد، باز دلیل دیگری می شد تا دعوتش را با اشتیاق بپذیرم. فلج شده بودم. یک کلمه حرف نمی توانستم بزنم. همینطور مات زده بودم به یک مجسمه کوچک خمری که روی میز ورق بازی پهلوی تلفن بود. انگار از لنف یا شیر ولرم پر شده بود. مرسیه با صبر و حوصله فرشته‌وار که عصبیت مختصری پشتش پنهان بود گفت: آخر باید از لحاظ اداری تکلیفم روشن باشد. میدانم که بالاخره جواب مثبت میدهید، پس بهتر است فوراً قبول کنید. اینجا کتاب اینجوری ادامه پیدا میکنه که ریشش به رنگ حنایی سیر و بسیار معطر است. با هر حرکت کله‌اش موجی از بوی عطر به دماغم میخورد و بعد ناگهان از خوابی 6 ساله بیدار شدم. مجسمه در نظرم بدایند و احمقانه آمد و حس کردم که حوصله‌ام پاک سر رفته است. سر در نمی آوردم چرا در هند و چین هستم. آنجا چه می کردم؟ چرا با آن آدم ها حرف می زدم؟ چرا به آن طرز عجیب لباس تن کرده بودم؟ شور و حالم مرده بود. این شور و حال سالهای سال مرا در خودش غرق کرده و پیش رانده بود. حالا حس می کردم تو خالیم. تازه این از همه بدترش نبود. جلو رویم فکری گنده و بدمزه، سست و لخت قرار داشت. درست نمیدانم چه بود، اما از بس دلم را آشوب می کرد نمی شد نگاهش نکنم.
تمام اینها با عطر ریش مرسیه برایم به هم آمیخته بود. خودم را جمع و جور کردم. از دستش سخت کفرم در آمده بود و با لحنی خشک جواب دادم: متشکرم، به گمانم مسافرت بسم است. حالا باید به فرانسه برگردم. نقطه. پس فردایش با کشتی رهسپار مارسی شدم. اگر اشتباه نکنم و اگر همه نشانه هایی که انباشته می شود از زیر و رو شدن جدید زندگیم خبر می دهد، پس می ترسم. نه اون که زندگیم سرشار یا با اهمیت یا گرانبهاست، بلکه از چیزی که می خواهد زاییده شود توی چنگش بگیردم و بکشد ببردم. خط فاصله. نمیدانم به کجا. خط فاصله. می ترسم. آیا باید باز دور شوم و از همه چیز، از تحقیقات و کتابم دست بکشم؟ آیا چند ماه یا چند سال دیگر خسته و سرخورده در میان ویرانه های جدیدی چشم باز می کنم؟ دلم می خواهد تا دیر نشده خودم را خوب بفهمم. تیتر کوچک یا بخش سه‌شنبه 30 ژانویه. هیچ چیز تازه‌ای نیست. از ساعت 9 تا 1 در کتابخانه کار کردم. فصل 12 و مطالب مربوط به اقامت رولبون در روسیه تا مرگ پاول اول را سر و سامان دادم. حالا همه‌اش تمام شد. دیگر تا پاک نویس بشود کاری به آن ندارم. ساعت 1:30 است. در کافه مابلی هستم. ساندویچی میخورم. همه چیز تقریباً به حال عادی است. وانگهی در کافه ها همیشه همه چیز به حالت عادی است و به خصوص در کافه مابلی به خاطر مدیرش آقای فاسکل که رذالت مسلم و آسوده خاطر کننده‌ای توی قیافش است. به زودی وقت خواب بعد از ظهرش میرسد و چشمهایش از همین حالا صورتی شده است، ولی رفتارش هنوز سرزنده و مصمم است. لای میزها راه می رود و محرمانه به مشتریها نزدیک می شود و می پرسد: همه چیز رو به راه است آقا؟ از دیدن این همه سرزندگی در او لبخند می زنم. هنگامی که کافه اش خالی است کله‌اش هم خالی می شود. از ساعت 2 تا 4 کافه خلوت است و آن وقت آقای فاسکل گیج و منگ چند قدم بر می دارد. گارسونها چراغها را خاموش می کنند و او درون ناخودآگاهی می سرد. این مرد هر وقت تنها باشد خوابش می برد. هنوز 20 مشتری باقی ماندند. مردهای عزب، مهندسهای خردپا، کارمندها. آنها در پانسیون‌هایی که سفره‌خانه خودشان می‌نامند هلهلکی نهار می‌خورند و چون به کمی تجمل نیاز دارند بعد از غذا می‌آیند اینجا قهوه می‌خورند و پوکر آس بازی می‌کنند. یک خورده سر و صدا می‌کنند، همهمه خفیفی که نمی‌آزاردم. آنها نیز برای وجود داشتن ناچارند گرد هم بیایند. من خودم تنها زندگی می کنم. تنها. هرگز با کسی حرف نمی زنم. چیزی نمی ستانم. چیزی نمی دهم. دانشندوز به حساب نمی آید. چرا؟ فرانسواز خانم صاحب کافه راندئو د شمینو هم هست. اما مگر با او حرف می زنم؟ گاهی بعد از شام که برایم آبجو می آورد ازش می پرسم: امشب فرصت دارید؟ هیچ وقت نه نمیگوید و من دنبالش به یکی از اتاقهای بزرگ طبقه اول که ساعتی یا روزانه اجاره میدهد میروم. بهش پول نمیدهم. با کیفی دو جانبه اش بازی میکنیم. از آن لذت میبرد. پرانتز روزی یک مرد لازم دارد و به جز من خیلی های دیگر هم هستند. پرانتز و من به این نحو خودم را از بعضی افسردگی هایی که علتشان را خوب میدانم میپالایم.
اما جخت چند کلمه‌ای بینمان رد و بدل می شود. جخت به معنی به سختی، به زور. فایده اش چیست؟ هر کسی به کار خود. وانگهی در نظر او من قبل از هر چیز مشتری کافه اش هستم. موقع کندن رختش میگوید راستی اسم نوشابه اشتها آور بریکو را شنیده اید؟ چون که تو این هفته 2 مشتری ازش میخواستند. دخترک نمیدانست چیست. آمد بهم خبر بدهد. آنها مسافر بودند. لابد تو پاریس نوشیده بودندش. اما من دلم نمیخواد چیزی را که نمیشناسم بخرم. اگر برایتان اشکالی ندارد جورابهایم را در نیاورم. ادامه کتاب. آن وقتها حتی مدتها پس از آن که آنی از پیشم رفته بود به او فکر می کردم. حالا دیگر به کسی فکر نمی کنم. حتی شور آن را نمی زنم که در پی کلمات بگردم. کمابیش به تندی در درونم جریان دارد. چیزی را ثابت نگه نمی دارم. ولش می کنم برود. بیشتر وقتها افکارم چون به کلمات متصل نمی شوند مه‌آلود می مانند. شکل‌های مبهم و غریبی به خود می گیرند و بعد ناپدید می شوند. فوراً فراموششان می کنند. از این جوانها در شگفتم. در ضمن نوشیدن قهوهشان قصه های واضح و راستنما نقل می کنند. اگر ازشان بپرسید دیروز چه کردند دست پاچه نمی شوند. با چند کلمه همه چیز را برایتان تعریف می کنند. اگر من به جایشان بودم به تته پته می افتادم. راست است که از مدتها پیش دیگر کسی دلواپس آن نیست که وقتم را چجور می گذرانم. آدم تنها که زندگی کند دیگر حتی نمی داند قصه گفتن چیست. راستنمایی همزمان با دوستان ناپدید می شود. رویدادها را هم رها می کند بگذرند. آدمهایی را می بیند که ناگهان ظاهر می شوند، حرفی می زنند و بعد می روند. در قضایای بی سر و ته فرو می رود. شاهد مزخرفی از کار در می آید. ولی در عوض همه چیزهای ناراست نما، همه چیزهایی که هیچ کس در کافه ها باورشان نمی کند به سراغش می آیند. مثلا شنبه نزدیک های 4 بعد از ظهر در پیاده روی چوبی کارگاه ساختمانی راهن زنکی با لباس آبی آسمانی خنده کنان پس می دوید و دستمالی را تکان می داد. همان وقت سیاه‌پوستی با بارانی کرم رنگ، کفش‌های زرد و کلاه سبز سوت زنان از گوشه خیابان می پیچید. زنک همینطور که پس می رفت زیر فانوسی که به نرده آویزان است و شبها روشنش می کنند به سیاه‌پوست برخورد. پس در یک زمان واحد زیر آسمانی آتشگون این نرده که شدیداً بوی چوب نمناک می دهد، این فانوس، این زنک موبور توی بغل یک سیاه‌پوست آنجا بودند. اگر 4 یا 5 نفر بودیم گمان می کنم به تصادم به تمام آن رنگ‌های ملایم، به مانتوی آبی قشنگی که چون لحاف پرقو می نمود، به بارانی روشن، به شیشه های قرمز فانوس متوجه می شدیم و از بهتی که در آن 2 چهره بچگانه نمایان شد خنده من می گرفت. کم پیش می آید که آدم تنهایی میلش به خنده بکشد. کل صحنه با مفهومی خیلی شدید و حتی تند و تیز ولی خالص برایم زنده شد. سپس از هم پاشید و فقط فانوس و نرده و آسمان ماند. هنوز هم زیبا بود. ساعتی بعد فانوس روشن شد. باد بنای وزیدن گذاشت. آسمان تیره بود. اصلا هیچ چیز باقی نماند. در همه اینها چیز خیلی تازه‌ای نیست.
این احساسهای بی آزار را هرگز از خودم نرانده‌ام. به عکس، برای حس کردنشان کافی است کمی تنها بود، فقط آنقدر که در لحظه مناسب آدم خودش را از شر راستنمایی خلاص کند. ولی من نزدیک مردم در سطح تنهایی می ماندم، با عزمی استوار که هنگام پیش آمدن خطر میانشان پناه ببرم. به راستی تا اینجا تازه کار بودم. حالا همه جا اشیایی هست مانند این لیوان آبجو اینجا روی میز. وقتی میبینمش دلم میخواهد بگویم بازی موقوف، من دیگر بازی نمی کنم. خوب میفهمم که خیلی پیش رفتم. گمان میکنم که نمیتوان تنهایی را منظور داشت. مقصودم این نیست که زیر تخت خوابم را پیش از خواب نگاه میکنم و یا از باز شدن ناگهانی در اتاقم در نیمه های شب ترس برم میدارد. با این همه بیقرار و مضطربم. نیم ساعت است که از نگاه کردن به این لیوان آبجو پرهیز میکنم. بالا، پایین، چپ، راست را نگاه میکنم، اما خود آن را نمیخواهم ببینم. و خوب میدانم که از همه عذابهای دور و برم هیچ کمکی به من بر نمی آید. خیلی دیر شده است. دیگر نمیتوانم میانشان پناه ببرم. ممکن است بیایند دستی به شانه‌ام بزنند و بگویند خب مگر این لیوان آبجو چه‌اش است؟ مثل بقیه است. پخ کرده و دسته‌دار است، با سپری کوچک و منقوش و رویش هم یک بیل و روی سپر نوشته شده شپاقن بگوی. همه اینها را میدانم، ولی میدانم که چیز دیگری هم هست. تقریبا هیچ. اما دیگر نمیتوانم توضیح بدم که چه میبینم. برای هیچ کس. ایناهاش آرام آرام به ته آب میسرم به سوی ترس. من میان این صداهای شادمان و عقلانی تنها هستم. همه این آدمها وقتشان را سر این میگذارند که مافل ضمیرشان را توضیح دهند و با خوشحالی تصدیق کنند که آرا و عقایدشان یکیست. واه که چقدر برایشان مهم است که همه با هم یک جور فکر کنند. کافی است ببینیم چه اخمی میکنند وقتی یکی از این آدمهایی که چشمهای ماهیوار دارند و پنداری نگاهشان درون خودشان را مینگرد و با آنها هیچ توافقی نمیتوان داشت از میانشان میگذرد. 8 سالم که بود و در باغ لوکزامبورگ بازی میکردم، یکی از همین آدما بود که می آمد در یک اتاقک نگهبانی چسبیده به نرده‌ای در امتداد خیابان اوگوست کنت می نشست. او حرف نمی زد، ولی گاهی پایش را دراز می کرد و وحشت زده به آن زل می زد. به این پا چکمه بود، ولی به پای دیگرش دمپایی. نگهبان به داییم گفت که این مرد سابقا ناظم مدرسه بوده. چون با لباس اعضای فرهنگستان برای خواندن نمرات 3 ماهه به کلاس ها رفته بود، بازنشستش کرده بودند. ما از او خیلی می ترسیدیم، زیرا حس می کردیم تنهاست. روزی به روبر لبخند زد و از دور بازوهایش را به طرفش دراز کرد. چیزی نمانده بود روبر قش کند. ترس ما از ریخت نکبت زده یا قده گردنش که به لبه یقه‌اش میمالید نبود، بلکه حس می کردیم که او در سرش فکرهای خرچنگی می پروراند و این ما را می ترساند که آدمی بتواند درباره اتاقک نگهبانی طوقهای بازی ما و بوته‌ها فکرهای خرچنگی بپروراند. پس آیا این همان چیزی است که انتظارم را می کشد؟ بار اول است که تنهایی دلتنگم می کند. دلم می خواهد قبل از اینکه خیلی دیر شود و پیش از آن که پسر بچه ها را به وحشت بیندازم، از اتفاقی که برایم روی می دهد با کسی حرف بزنم. کاش آنی اینجا بود. عجیب است، 2 صفحه را پر کردم و حقیقت را نگفتم.
دست کم تمام حقیقت را. وقتی زیر تاریخ می نوشتم چیز تازه‌ای نیست، وجدانم ناراحت بود. راستش یک حادثه کوچک که نه شرم‌آور است و نه فوق‌العاده حاضر نمی‌شد بیاید بیرون. چیز تازه‌ای نیست. در شگفتم که چطور می‌توانیم با دادن حق به جانب خودمان دروغ بگوییم. اگر آدم بخواهد می‌شود گفت که ظاهراً چیز تازه‌ای پیش نیامده است. امروز صبح ساعت 8:15 که داشتم از هتل پرانتانیا بیرون می آمدم تا به کتابخانه بروم، دلم میخواست تکه کاغذی را که روی زمین افتاده بود بردارم، ولی نتوانستم. همه‌اش همین. این حتی یک رویداد هم نیست. بله، اما اگر تمام حقیقت را بخواهید، این واقعه اثری عمیق در من گذاشت. فکر کردم که دیگر آزاد نیستم. در کتابخانه هرچه سعی کردم تا بلکه خودم را از شر این فکر برهانم نشد. در کافه مابلی خواستم ازش بگریزم. امیدوار بودم که توی روشنایی ناپدید شود. ولی آنجا درونم به حال سنگین و دردناک باقی ماند. صفحات پیش را همین فکر بهم املا کرد. چرا حرفی از آن نزدم؟ لابد از سر غرور و بعدش هم کمی نیز به خاطر چلمنی. عادت ندارم آنچه را که برایم روی میدهد برای خودم نقل کنم. همین است که رشته رویدادها را درست باز نمی‌یابم. تشخیص نمیدهم چه چیز مهم است. اما حالا همه‌اش تمام شده است. مطالبی را که در کافه مابلی نوشتم از نو خواندم و شرمم آمد. من نه اسرار میخواهم، نه عوالم روحی، نه حرفهای نگفتنی، نه باکره‌ام نه کشیش تا نقش داشتن یک حیات باطنی را بازی کنم. مطلب زیادی ندارم بگویم. نتوانستم کاغذ را از زمین بردارم. همین. من خیلی دوست دارم که شاه بلوط، لته کهنه و به خصوص کاغذ از زمین بردارم. خوشم می آید برشان دارم و تو مشت بگیرمشان. مثل بچه ها به کمترین چیزی طرف دهن می برمشان. آنی خیلی لجش می گرفت وقتی می دید از گوشه تکه کاغذی سنگین و فاخر ولی احتمالاً آلوده به مدفوع می گیرم بلند می کنم. تابستان یا اولهای پاییز توی باغها تکه روزنامه هایی پیدا می شود که آفتاب برشتهشان کرده است. مانند برگ‌های مرده خوش و شکننده‌اند. آنقدر زردند که انگار در اسید پیکریک خیساندنشان. بعضی تکه کاغذها در زمستان خرد و له و لکه دارند. آنها به زمین برمیگردند. بعضی های دیگر که خیلی تازه و حتی براق و سفید و تپنده اند، مانند قو آرام و موقرند. اما زمین از مدتی پیش از زیر به دامشان انداخته است. آنها پیچ و تاب می‌خورند، خودشان را از گل و لای می‌کنند، ولی کمی آن طرفتر برای همیشه به زمین می‌افتند. لمسشان می‌کنم. گاهی هم جرشان می‌دهم تا جرق و جرق طولانیشان را بشنوم. یا اینکه اگر خیلی خیس باشند آتششان می‌زنم و این کار مشکلی است. بعد کف دستهای گلالودم را به دیوار یا تنه درخت پاک می کنم. پس امروز داشتم چکمه های حنایی رنگ افسر سوار نظامی را که از سربازخانه بیرون می آمد تماشا می کردم. همینطور که چکمه ها را با نگاهم دنبال می کردم، تکه کاغذی را دیدم که کنار آبچاله‌ای افتاده است. به خیالم الان آن افسر با پاشنه‌اش کاغذ را توی گل له و لورده می کند. اما نه. با یک قدم از روی کاغذ و چاله شلنگ برداشت. رفتم نزدیک. یک صفحه کاغذ خط کشیده بود که لابد از دفترچه مدرسه کنده بودندش. باران خیس و کج و کوله‌اش کرده و مانند دست سوخته پوشیده از تاول و ورم بود. خط قرمز حاشیه از رنگ و رو افتاده و به شکل لک صورتی رنگی در آمده بود.
جوهر گله گله پخش شده بود، ته صفحه لایه گل گم بود. خم شدم. از همان موقع از فکر لمس کردن این خمیر نرم و تازه که زیر انگشت‌هایم گلوله‌های خاکستری می شود کیف می کردم. نتوانستم. لحظه ای همان جور دلا ماندم. خواندم دیکته جغد سفید. بعد دست خالی قد راست کردم. من دیگر آزاد نیستم. دیگر نمیتوانم آنچه را که میخواهم بکنم. اشیا نباید لمس بکنند، زیرا زنده نیستند. آدم به کارشان میگیرد، سر جایشان میگذارد، میانشان زندگی میکند. آنها مفیدند، همین و بس. ولی آنها مرا لمس میکنند و این تحمل نکردنی است. میترسم با آنها تماس پیدا کنم. انگار جانوران زنده اند. حالا متوجه میشوم چیزی را که یکی دو روز پیش لب دریا هنگام به دست داشتن آن سنگریزه احساس کردم بهتر به یاد میآورم. یک جور دلاشوبه شیرین مزه بود. چقدر ناگوار بود. و از سنگریزه می آمد. مطمئنم از سنگریزه گذشت و آمد توی دستهایم. بله خودش است. درست خودش است. نوعی تهوع توی دستها. تیتر کوچک یا بخش پنجشنبه صبح در کتابخانه. کمی پیش که از پلکان هتل که پایین می آمدم صدای لوسی را شنیدم که در ضمن جلا دادن پله ها داشت برای 100مین بار پیش خانم صاحب هتل درد و دل می کرد. خانم به زحمت و کوتاه کوتاه حرف می زد چون هنوز دندانهای مصنوعیش را توی دهن نگذاشته بود. با رب و شامر صورتی و دمپایی تقریبا لخت و اور بود. لوسی مثل همیشه کثیف بود. گاه و بیگاه از مالیدن دست می کشید و روی زانو راست می شد تا خانم را نگاه کند. یک بند و با حالتی عاقلانه حرف می زد. می گفت خیلی بیشتر خوش دارم برود پی خانم بازی، چون این کار صدمه‌ای بهش نمی زند. من هم باکم نیست. از شوهرش حرف می زد. این زنک سیاه چرده نزدیک 40 سالگی با پسندازش جوان خوشگلی را برای خودش دست و پا کرده بود که در کارخانه لوکوانت در قسمت سوار کردن ماشینالات کار می کرد. در زندگی زناشویی بدبخت است. شوهرش نه کتکش می زند و نه بهش خیانت می کند. میخواره است. هر شب مست به خانه می آید. حال و روزش خراب است. ظرف 3 ماه دیدم که رنگ و رویش زرد شده و تحلیل رفته است. لوسی به خیالش مال مشروب است. من به گمانم او سل گرفته است. لوسی می گفت باید قصه را از دل وا کرد. مطمئنم که این قضیه می خورد و می تراشدش، ولی آهسته و آهسته با شکیبایی قصه را از دل وا می کند. نمی تواند خودش را تسلی بدهد و نه تن به رنجش بدهد. خیلی کم بهش فکر می کند. خیلی خیلی کم. گاه گداری به تفیل رنجش زندگی می کند. به خصوص وقتی با مردم است، چون دلداریش می دهند و نیز چون با لحنی آرام و موقر از آن حرف زدن و با حالت اندرزگویانه‌ای که به خود می گیرد یک خورده تسکینش می دهد. توی اتاقها که تنها می شود می شنوم زیر لب زمزمه می کند تا خودش را از فکر کردن باز دارد. اما تمام روز بدخلق است. زود خسته می شود و سگره‌اش در هم می رود. دستش را به گلویش می زند و می گوید اینجاست، رد نمی شود. خسیسانه رنج می کشد. لابد در مورد لذتهایش هم خسیس است. از خودم میپرسم که آیا گاهی نمیخواهد از این رنج یک نواخت، از این قرولندی که به محض نخواندن آواز از سر گرفته میشود خودش را خلاص دهد و آیا دلش نمیخواهد که درست و حسابی رنج بکشد و خودش را در ناامیدی غرق کند؟
ولی این کار به هر تقدیر برایش ممکن نیست. فلج شده است. تیتر کوچک یا بخش پنجشنبه بعد از ظهر. مارکی دورولبون بسیار زشت بود. ملکه ماری آنتوانت دلش میخواست که او را انتر عزیزش صدا کند. با این همه زنان دربار همگی از آن او بودند. نه اینکه مانند ووزنون بوزینه این محبوبیت را با لودگی به دست آورده باشد، بلکه با نیروی مغناطیسی قربانیان پریچهره‌اش را به بدترین غایات شیدایی میکشانید. او دسیسه میچیند، نقش کمابیش مشکوکی را در قضیه گلوبند بازی میکند و در سال 1790 پس از داشتن مناسباتی با میرابوتونو و نرسیا ناپدید می‌گردد. سر و کله‌اش در روسیه پیدا می‌شود و در آنجا به قتل پائول اول کمک می‌کند. از روسیه به دورترین کشورها به هند، چین و ترکستان سفر می‌کند. دست به قاچاق، توطئه و جاسوسی می‌زند. در 1813 به پاریس باز می‌گردد. در 1816 به قدرت مطلق میرسد. یگانه محرم دوشز دانگولم است. این پیرزن هوسباز که در بند خاطره‌های ترسناک کودکی است، به دیدن او آرام میگیرد و لبخند میزند. به دستیاری این زن در دربار به قدرت و نفوذ میرسد. در مارس 1820 با مادموازل دوروکلور که زیباروی 18 ساله است ازدواج می کند. مارکی دورولبون 70 ساله است. در منتهی درجه افتخار و در اوج زندگی است. 7 ماه بعد به اتهام خیانت دستگیر می شود و به سیاهچال می افتد و همانجا پس از 5 سال حبس بیان که محاکمه شود می میرد. اینجا یادداشت به پایان میرسه و کتاب ادامه پیدا میکنه. این یادداشت ژرمن برجه را با اندوه باز خواندم. از طریق این چند سطر بود که ابتدا با مارکی دورولبون آشنا شدم. چقدر به نظرم فریبنده رسید و بیدرنگ چقدر با این چند کلمه ازش خوشم آمد. به خاطر اوست. به خاطر همین مردک من اینجا هستم. از سفر که برگشتم می توانستم به راحتی در پاریس یا مارسی ماندگار شوم، ولی بیشتر مدارک و اسناد مربوط به اقامت‌های طولانی مارکی در فرانسه در کتابخانه شهرداری بوویل است. مارکی ملاک مارون بود. پیش از جنگ هنوز یکی از اخلاف او، معماری به نام رولبون کامپویره، در این قصبه به سر می برد که هنگام مرگش در 1912 میراث بسیار مهمی برای کتابخانه بوویل جا گذاشت. نامه‌های مارکی، قسمتی از یک دفتر خاطرات و کاغذهای جور به جور. من هنوز همه‌شان را وارسی نکردم. خوشحالم که این یادداشت‌ها را بازیافتم. 10 سال میشد که دوباره نخوانده بودمشان. به نظرم خطم تغییر کرده است. آن وقتها جمع و جورتر می نوشتم. آن سال چقدر مارکی دورولبون را دوست می داشتم. یاد شبی می افتم. یک شب سه‌شنبه تمام روز را در کتابخانه مازارین کار کرده بودم. از روی مکاتباتش در طی 1879 تا 90 به زبردستیش در گول زدن نرسیا پی برده بودم. هوا تاریک شده بود. از خیابان من پایین می رفتم و سر پیچ خیابان گیته شاه بلوط خریدم. خیلی شادمان بودم. از فکر قیافه اخمالودی که لابد نرسیا هنگام برگشتنش از آلمان گرفته بود پیش خودم می خندیدم. چهره مارکی به این جوهر می ماند. از وقتی که به او مشغول شدم خیلی رنگ پریده تر گردیده است. اول آنکه از آغاز سال 1801 از رفتار او دیگر هیچ سر در نمی آورم. این از نقص مدارک نیست.
نامه ها، تکه هایی از خاطرات، گزارش های محرمانه، بایگانی پلیس. به عکس از این مدارک زیاد دارم. چیزی که این شواهد کم دارند قطعیت و همسازی است. ضد و نقیض نیستند ولی با یکدیگر مطابق هم در نمی آیند. به نظر نمی رسد که مربوط به یک شخص باشند. و با این همه مورخان دیگر بر بنیاد اطلاعاتی از همین دست کار می کنند. چطور از عهده‌اش برمی آیند؟ آیا من موشکافترم یا کمهوشتر؟ به علاوه سوال اگر به این صورت مطرح شود به کلی درسردم می کند. به راستی من در پی چه می گردم؟ هیچ نمی دانم. مدتها این آدم رولبون بیشتر از کتابی که بناس نوشته شود توجهم را به خود جلب کرده است. اما حالا این آدم دارد حوصله‌ام را سر میبرد. به کتاب دل بسته‌ام. می شود گفت که هرچه سنم بالاتر می رود احتیاج به نوشتنش را بیشتر در خودم احساس می کنم. از قرار معلوم می توان پذیرفت که رولبون نقشی فعال در قتل پال اول داشته. سپس مأموریت جاسوسی مهمی به نفع تزار در مشرق زمین به عهده گرفته و همواره به سود ناپلئون به الکساندر خیانت کرده است. امکان دارد که در همان زمان مکاتبه‌ای مفصل با کنت د'آرتوا برقرار ساخته و با فرستادن اطلاعات بی اهمیتی برای او به وفاداری خود قانعش کرده باشد. هیچ کدام از اینها نامحتمل نیست. فوشه در همان روزگار به بازی بسیار پیچیده‌تر و خطرناکتری پرداخته بود. شاید همچنین مارکی از پی سود خودش با امیرنشین‌های آسیا معامله تفنگ داشته است. بله، از او برمی آمده که همه این کارها را بکند. ولی برهانی در میان نیست که کرده باشدشان. کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توان چیزی را اثبات کرد. اینها فرضیه هایی معقولند که امور واقع را منظور می دارند. ولی به خوبی آگاهم که از من ناشی می شوند و صرفاً نحوهی برای وحدت بخشیدن به دانسته های منند. هیچ پرتویی از جهت رولبون نمی آید. امور واقع کند و تنبل و عبوس خودشان را با دقت و صلابت نظمی که می خواهم به آنها بدهم سازگار می گردانند. ولی این نظم بیرون از امور واقع باقی می ماند. احساس می کنم دارم کاری می کنم که حاصل تخیل محض است. با این حال مطمئنم که شخصیت‌های رمان واقعی تر می نمایند یا به هر تقدیر دلپسندترند. خب به تیتر کوچک یا قسمت بعدی رسیدیم. به نظرم برای این اپیزود تا همینجا کافی باشه. از ته دل امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که چنل رو حتما سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو آن کنید. ویدیو رو حتما لایک کنید و کامنت بذارید. اینو بدونید که پیشنهادات و انتقاداتتون خیلی کمک کننده است. و در آخر صمیمانه ازتون تقاضا میکنم که ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بذارید و برای عزیزانتون بفرستید. ممنون که با من همراه بودید. شما رو به خداوند یکتا میسپارم و براتون آرزوی سلامتی میکنم، چون گنجی بالاتر از اون نیست. تا قسمت بعد، بدرود.